به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس کرده متاع خانه اوست. السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمندم. بسیار مخلصان داریم که در بازار می نشینند، در مغازه می نشینند، عموما در ساحه سودا هستند. پس به اون خاطره که محبت شما نسبت یکدیگر زیاد شود، قصه عجیبی خواندم. خواستم که برای شما تا که نسبت یکدیگر غمخوار باشید. بازار کلان بود، میگوید بازار خیلی کلان بود، مغازه های زیادی داشت، اما هر محصولات قطارهایش گوناگون بود. مثلا یک قطار طلا فروش ها بود، یک قطار متریال فروش ها، یک قطار دیگر همه الهیده بود. در بیرون مغازه کرسیچه خردک مانده می نشستم. وقتی که خریدار می اومد سودا می کرد، پس از سودا کردنش درش رو محکم می کرد، درش رو می پوشید. اما تیریزچه خردک داشتن، فартошка میگن، اما تیریزچه خردکش کشاده بود. وقتی که دیگر خریدار می اومد می گفت که فلان چیز را بر من بیده، می گفت 1 دقیقه. سرش رو از فартошка بیرون میکرد، نگاه میکرد که ببینم یگان کس نشسته هست. اگر که بیند کسی نشسته است، میگه که ها همون نفر رو دیده ای؟ میگه که بله، رفت همون محصول خوب دارد، گرچند او دارد لیکن میگه همون وی خوب دارد، نزد او روان میکرد. چونکه هر نفری که سودا میکردن کرسی را گرفتن، مغازه را محکم میکردن تا که او هم سودا کند. میدید که او سودا نکرده است، میگفت نزد وی رفت. I know I'm waiting for sun